رحیم پروداکشن. وای خدا جانمیه، من همین عاشق شدم چی بالا. همین دختری همسایه اون تا دل ما گرم کرده که کلی گپ زن و ما توی دوست می‌دارم هیچ نمی‌تونم. السلام علیکم. نازه دختری خاله سلامتی چه خیلی؟ خاله مینا نغزه. کجا رفتی استی؟ مغازین برام گفتم. مغازین؟ مالادیس. دختری نغزی خودت داکو. وای در بوی دو خدمه بومبرونیه. خود دایی اگه کلان شدگی همسایه من یه چیه بودم که من توی دوست می‌دارم. نمیرش یافتم اکو نمیرش دا زنگ بزنم. یکی او داری همسایه یکی نیه بگه شرمندگی. یافتم. خود ما همین استا دور نزدیک میکنم شناس میکنم. بازی زنگ میزنم بیرون دای. ایش بو که زنگ زدسته. اوف اجا دسته. الو. السلام علیکم. و علیکم بر سلام. نغزی خوبیه. شناختی من یا؟ نشناختم راستی باب. دختری خالمی ما شما دا معقول شدگی وای شما ما دا معقول شدگی نه شناختی؟ نه من خود تخشرو میشناسم چخی من نمیشناسی؟ تو ما دا گنده معقول شدگی دا کشتارد ما دا توغری غلطی دگی تسیز گبزنه نشناختم مرا ببینی میشناسی پورا زمان کم ترک ایزا میکشونده اگنی مرا میشناسی تو مقصد دوم؟ مقصدی خودش همیه که توی بگیرم تمام هم توی دوست میدارم خانه دگی جوه خانه ما کجا ده؟ خانه ما رو پروی خانه توی آخی رو پروی خانه ما قبرستانه ها؟ بازی یک کار میکنیم میان شما و بابای مرگن یکان چی هست؟ نه چه خیلی بسیارا میگن که تخمینا زن دیمی بابای مرگن های شما زنی چنده میشه؟ ما زن یکان چی نیست بابای مرگن شوی هفتم من نه اپم بود اویلادور بود وی بنده کلگه خیلی دراماتیک نه بیا پرنگ میکنیم کجا شما با بابای مرگن زن بزنیم اظهاری محبت کنیم و بگن که ما میخوام که زنی شما چی جا میدم شما اویلادور؟ نه جدیش داریم یکم فرزند داره؟ یک تن بیوم آدمی که دستایینی مقصد اول جای اول دا فرزندی مرا قبول کنم دیم سیم نمیشم یکم میشه؟ یکم میشم که اون زمانی که یا زنش رفتگی باشه یا زنش بنده کدم من همیشه تایشو کردم یکان تاش مقصد با ما سال تولدم 2021 در آمدم سلام عرض میکنم با کلی تماشابینان سامانه رحیم پروداکشن و با کلی اون افرادی که این لحظه برنامه سیرهای نگفته را تماشا دارند. مهمان برنامه نوبتی ما حضور دارند یکی از شعرهای شناخته صنعت تاجیک تخمین بانو. السلام علیکم. خوش آمدید با برنامه ما. رحمت. و تمنیت خود را با کلی اون افرادی که این لحظه ما شما را تماشا دارند بیان میکنید. السلام علیکم. رحمت که مرا به این برنامه دعوت کرده. خیلی چی بگم با برنامه را تو آخر تماشا کنم و سوالای جالب انشالله که در دوام برنامه هست. همه سوالتون جواب میدم. تایید به قسمت سوال جواب. یکم سوال برای شما چنین پیدا میشود که شما چند سال هستید، از کجا هستید و با چیکار مشغول هستید؟ من حسن شهر باختر سال تولدم 2021 در آمدم. در اینجا زندگی میکنم. خیلی اکتریس بودیم و فیزا هم شدیم. سبب ما از ترک کردن اکتریس شما سبب در چی شد که شما اکتریس بودین و از اون سرگرم شدید؟ من ترک نکردم اکتریس گیرم، ما حالی هم اکتریس کردستم. اکم پیشنهادی که بابای مرگن آمدگی شونده من رد نکردم که چون اشتراک کردم نه که حالی هم اکتریس گیرم کردستم. سرود همراه بابای مرگن اولین سرود شما بودن و رزولتات خوب نیز ایشان داد برای شما و برای بابای مرگن هم. بازی یک کار میکنیم میان شما و بابای مرگن یکان چی هست؟ نه چه خیلی بسیارا میگن که تخمینا زن دیمی بابای مرگن های شما زنی چنده میشه؟ من زن یکان چی نیست بابای مرگن شوی هفتم من
یعنی بابای مرگان شوی هفته شما یا پیش ای شما تصمیم گرفتین که ای خردسالی وقتی که با شوهر میبرین می هفته را حساب کردین که نه شما شنبه یک شنبه نداره اکه امی وقتی دام کینوی که امی زنکالونی که ما بازی کردیم در همون جرالی ما خیلی بود که مثلا دیگونم عرض شکایت میکنم که ما امی 6 تا شو کردم یگان تاش مقصد با ما صاف نیامد یک تاکید باشه که نغز باشه خوب باشه مهربان باشه دبرد باشه بابا میگن میگه آخه اینا ما چیکار کردم اینا ما بدتر بیدلی خودت اکم بعد ایامو توی من هفتم شو میساب میشم مقصد بعد درجش باشه بگیم بابا بعد بگه چی اوی نخود مرده که بزنه بابی بگه نه بابی نگو بیا تخمین جان یک کار میکنیم وقتی که شما ثبت کلیپ رفتین بابای مرگان یکون بار با شما اظهار محبت یا یکون حسد و شوخی نمیکرد اکه حسد و شوخی در همه جا هست وقتی سیم کده اونه که اظهار محبت که خرید با نست پنستهشون نداره بیا یک کار میکنیم یک بابای مرگان پرنگ میکنیم شما زنگ میزنین در چخیلی که بابای مرگان مثلا در رفت برنامه در وقتی سیونکا شما را حزل بکردن همچون مثلا نزده روز مثلا چخیلی شوخی بین صنعتکارا میشوه بیا پرنگ میکنیم که شما با بابای مرگان زنگ بزنین اظهار محبت کنین و بگین که ما میخوام که زن شما چی جواب میدن بله اگر که بابای مرگان تلفن تا بردو اگر تلفن جواب بده اگر نبردارم من جواب نمیکنم دیگه چی اگر جواب ندی بابای مرگان پا گیره سیرو تا پاش میکنی نه میبردارم پیشکی مسئله نکردم نه خوبه این شوی هفته میتونست نه چی اما شوی یک شنبه بودگی تایا این امروز یک شنبه فقط میبردارم شی استاد عزیز حضور رحمت کنه که تلفنم نبرداشتین اگر تلفنم میبرداشتین کپت دود میکرد برای تخمینه به نهایت گپای اودور برای شما میگفت آینده یگون شته یا یگون معلومات بشنوید خیلی متاسفانه وقتم بلندی کرد تلفن تخمینه بانو را جواب ندادین باشد با روز میگذاریم بعد دیگر قسمت سوال جواب ندادیم عزیزبک جورایف در یک چند ویدیو کلیپش نقش آفریدگی رول بازی کردگی میون شما و عزیزبک جورایف در جدای صنعت میدونم که نه اونقدر خوبه بکنم خاطر که یکون کلیپ بازی میکنیم و اوتور اخچه داره شما اوتور اختونم لیک شما و عزیزبک رو چی با یک دیگر میپیوندد؟ عزیزبک که ما خش تاوره ما دختر تاوره عزیزبک میشم عزیزبک بچه مای یعنی عزیزبک بچه مای شما شما باز بالا این همه اتای تا یعنی پدر شما دادای شما در کلیپی عزیزبک باز میکنم هم تمام گوشت مایده میخورد وقتی که شما همین نوار دیدین با پدر خود زنگ زدین چی گفت؟ هیچی گفتم خیلی مبارک شما رحمت گفت چی بانه که بچه‌ام گفتم خیلی کلیپتون تماشا کردم ای وقت دیدی میگم اگر شکران شما پدرتون زنگ بزنید بگو که پدر جون دادا جون من یک کلیپی نو کردگیم کردسم میخوام که شما در اونجا یک رول حجویش بازی کنید یک کمدیش چی میگه با شما کویا زنگ بزنید یکی اخورات مفته من با گردن بگیرم مقصد بگو که یک کلیپی حجوی کردسم یا جدا رولی که باید گوشت بخوریم سپیتسال بگو اگر بشوم اگر بکلا بگیرم کو بکلا بگیرم دوستان عزیز تو زنگ زدن تخمینه بانو و پدر مهربانش و با اویدی پدر مادرش انشالله که برای هر یک شما معلومات میتیم از که میبینیم دادا جون تخمینه چی میگه این در تلفون شکرانه خدا 6-7 داده بوده کدوم باشه یک الان میدارم Vamos que estaria aqui. Que estaria ainda a sofrer ganhar.